حمله هوایی اخیر اسرائیل بر رهبران حماس در دوحه بیش از 50 رهبر عرب و اسلامی را به نشست اضطراری در پایتخت قطر کشانده. نشست دو روزه‌ای که قرار است در پایان با تصامیم همراه باشد. قطر میگه پس از حمله اسرائیل هیچ کشور خلیج فارس در امان نیست. کشورهای عربی و اسلامی هشدار میدن که اقدامات اسرائیل چشمانداز صلح و همزیستی را به خطر انداخته. نخست وزیر قطر هم از جامعه جهانی خواسته تا اسرائیل به خاطر این حمله مجازات کنه. برای سومین بار طالبان از حضور در چنین نشست‌های کنار گذاشته شدند. آیا این نشست رهبران عرب و اسلامی را به اقدامات عملی علیه اسرائیل و شاید باز تعریف رابطه با واشنگتن سوق میده؟ نشست دوحه به ابتکار قطر و پاکستان برگزار شده. این نشست واکنش است به حملات اسرائیل و تشدید بحران فلسطین. دبیرکل اتحادیه عرب گفته قطر تنها نیست، ما همه در کنارش هستیم. رئیس جمهور ایران از کشورهای اسلامی خواسته روابط خود با اسرائیل قطع کنند. اما چرا این نشست اضطراری برگزار شد؟ اسرائیل روز سه‌شنبه 18 سنبله با حمله هوایی تلاش کرد رهبران حماس در دوحه هدف قرار بده. اقدامی که تلاش‌های امریکا برای میانجیگری آتش بس در غزه و پایان 2 سال درگیری را به خطر انداخت. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه 20 سنبله در نشست اضطراری این حمله را محکوم کرد، اما از اسرائیل در بیانیه خود نام نبرد. در 9 سپتامبر اسرائیل یک حمله دقیق و هدفمند را در دوحه انجام داد. این حمله رهبران حماس را هدف قرار دادند. کسانی که سالها از داخل اقامتگاه‌های مجلل در دوحه حملات علیه اسرائیل را طرح‌ریزی و رهبری کرده بودند. این تروریستان تنها هدف این عملیات بودند. قطر پس از حمله گفت نتانیاهو کسی نیست که به حرف کسی گوش بده یا منطق بشنوه. ما باید دست جمعی متوقفش کنیم. زنگ خطری که میتواند توافق ابراهیم در سال 2020 که روابط اسرائیل و امارات را عادی کرد به خطر بندازه. تجاوز اسرائیل به چیز جز ناکام ساختن تلاش‌ها برای کاهش تنش منجر نخواهد شد و نشانگر نیت واقعی دولت اسرائیل در رد مسیرهای صلح آمیز برای حل مسئله فلسطین و ادامه سرپیچی از اراده بین المللی و منشور سازمان ملل است. موضوعی که در اظهارات مکرر مقامات اسرائیلی درباره الحاق سرزمین‌های فلسطینی و توهم اسرائیل بزرگ آشکار شده است. خب از او طرف دونالد ترامپ از حمله اسرائیل ناراض است. او گفته این اقدام یک جانبه منافع آمریکا یا اسرائیل را در واقع پیش نمیبره. همزمان دیپلماسی رفت و برگشت آمریکا برای مدیریت بحران هم آغاز شده. ترامپ مارکو روبیو وزیر خارجه ش به اسرائیل فرستاده تا با نخست وزیر اسرائیل گوشزد کنه که برای مدت از ماجراجویی دست برداره. آمریکا نگران به رسمیت شناسی کشور مستقل فلسطین است. پایان همین ماه رهبران جهان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم سرنوشت ساز میگیرند. انتظار میره کشورهای مانند بریتانیا، فرانسه، فلسطین در واقع به رسمیت بشناسند. واشنگتن نگران است که اقدامات اخیر اسرائیل کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را در یک خط متحد قرار بده. در نشست سران عرب و اسلامی هیچ نماینده از طالبان حضور نداره. هیچ چندمین اجلاس است که طالبان دعوت نمیشن. سال گذشته هم نماینده گروه به نشست اضطراری عربستان دعوت نشد. قرار گرفتن مقامات طالبان در فهرست تحریم‌های سازمان ملل باعث شده حتی نزدیکترین متحدشان یعنی قطر کارت دعوت برشان نفرسته. این محرومیت طالبان را عملاً از تصمیم گیری ها و سیاست های کلیدی جهان اسلام کنار گذاشتم. قطر نقش مهمی در میانجیگری های دیپلماتیک داشتم. این کشور دفتر سیاسی طالبان و حماس میزبانی میکنه و همزمان متحد امریکا هم هست. در واقع چشم و گوش واشنگتن در منطقه. اما اکنون چشم خود قطر به حمایت رهبرای جهان اسلام دوخته شده. باید دید این اجلاس از چه ابزارهای فشار استفاده خواهد کرد و آیا فراتر از صدور بیانیه تهدیدآمیز هم خواهد رفت؟ تصمیمات این نشست نشان خواهد داد که کشورهای اسلامی تا چه حد حاضر هستند برای حفاظت از منافع یکدیگر هزینه کنند.